نقاش چیره دست ایرانی برای آشنایی با سبکای نقاشی فرنگی به اروپا سفر کرد. آخرای سفرش بود که مقرریش از ایران قطع شد و دستش حسابی تنگ شد، تا حدی که حتی پولی برای سیر کردن شکمش نداشت. گارسون فرانسوی برای دریافت سفارش کنار میزش اومد و از اینکه یک ایرانی رو ملاقات میکنه ذوق زده شد. کمال‌الملک نمیدونست که چطور بهش بگه که پول چندانی نداره و یه غذای ارزون قیمت میخواد. گارسون جوونم که فرصت نمیداد با انتخاب خودش یکی از بهترین غذاها رو برای اون سفارش داد. نقاش ایرانی با خودش فکر کرد که چطور حرفشو به گارسون منتقل کنه. نگاهش به بشقاب رو میز افتاد، دست برد و قلموی خودشو در آورد و مشغول کشیدن تصویری روی بشقاب شد. غذا که اومد نقاش متحیر بود. تصمیم گرفت بدون دست زدن به غذا رستوران رو ترک کنه. گارسون که حواسش بهش بود از خروجش شگفت زده شد و خودشو به میز اون رسوند. با بشقابی مواجه شد که تو اون تصویر یه اسکناس با هنرمندی تمام کشیده شده بود. گارسون اما تصور کرد که کمال‌الملک قصد فریبشو داشته، بنابراین اونو دنبال کرد و تقاضای پرداخت پول غذا رو مطرح کرد. همین موقع بود که صاحب رستوران از راه رسید و گارسون هم فرصت و غنیمت شمرد و بشقابو بهش نشون داد. بشقابی که به تصور گارسون یه پول دروغین توش وجود داشت. صاحب رستوران اما با دیدن این هنر بی‌نظیر اشک تو چشماش حلقه زد و کمال‌الملک رو تو آغوش کشید. اون که مرد هنر دوستی بود، برعکس گارسون قدر هنر استاد ایرانی رو فهمید و با تقدیم 1000 فرانک به اون اجازه گرفت تا این اثر موندگار رو نزد خودش نگه داره. امروز این بشقاب تو موزه لوور پاریس به عنوان بخشی از تاریخ هنری این شهر نگهداری میشه. احتمالاً شما هم اسم خیلی از آثار کمال‌الملک رو شنیدید. تابلوهای معروف تالار آینه، میدان کربلا، زرگر بغدادی، پورتری ناصرالدین شاه، مرد مصری، منظره سرخ حصار، خیابان دوشانتپه و خودنگاره خودش تنها بخشی از آثار بی‌نظیر این هنرمند اصیله. این نقاشی‌ها تو کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران، کتابخونه و موزه ملی ملک، موزه مجلس شورای اسلامی، موزه هنرهای معاصر کرمان، موزه آستان قدس رضوی، مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان و بعضی مجموعه‌های خصوصی نگهداری میشه.